سلام، من مصطفی رضایی هستم، راهنمای گردشگری نوروز 1403 و ما تو کشور زیبا و گرم مالزی هستیم. در قسمت سوم از مجموعه سفر به مالزی به معبد تینخو اومدیم، بزرگترین معبد تینخو در کشور مالزی. توی این معبد تا دلتون میخواد مجسمه وجود داره. من چند تا از مجسمه‌های مهم انتخاب کردم که براتون توضیح بدم. مجسمه‌ای که پشت سر من میبینید مجسمه گوانینه، دختر پادشاه میاوجوانگ، یکی از پادشاه‌های ظالم چین. میگن که گوانین میخواسته بره به معبد و آموزهای بودا رو دنبال بکنه، ولی پدرش قبول نمی‌کرد. میگفت تو باید با پسر وزیر ازدواج کنی که دربار مستحکم بشه. میگن گوانین قبول نمیکنه، انقدر پافشاری میکنه که آخر پدرش راضی میشه اون به یک معبد بره. میره به معبد، شروع میکنه آموزهای بودا رو دنبال کردن، خستگی ناپذیر، و پدرش که ناراضی بوده دستور میده کل معبد رو به آتیش بکشن. میگن گوانین فرار میکنه، به یه جزیره میره، اونجا زندگی میکرده تا اینکه پادشاه مریض میشه. پادشاه یرقان میگیره و هیچ کس نمیدونسته پادشاه رو خوب بکنه. بهش میگن یک دختری هست تو یک جزیره، قدرت جادویی داره، اون میتونه تو رو شفا بده. پادشاه رو میذارن توی قایق، میارن به سمت جزیره. میگن گوانین یک لیوان آب برمیداره، دعا میخونه، به این لیوان فوت میکنه، برای پادشاه میبرن. پادشاه وقتی این آب رو میخوره شفا پیدا میکنه. اسم مجسمه‌ای که می‌بینید یو شیا لاورنه، پیرمرد زیر نور ماه. توی افسانه‌های چین اومده که این پیرمرد دخترها و پسرهایی که به دنیا میان رو یک روبان قرمز نامرئی به پاهاشون میبنده و اینها رو برای هم دیگه نشون میکنه. این دنیا دیگه هر چقدر هم که بچرخه، این دوتا با هم دیگه ازدواج میکنن. الان دختر پسرهای چینی که همدیگه دوست دارن میان روبان‌های قرمزی رو میخرن، میارن اینجا و به عصای این پیرمرد گره میزنن که به همدیگه برسن. به خاطر همینه که توی این معبد عروسی های چینی خیلی زیاد میبینیم. اصولا چینیایی که تو کوالالامپور زندگی میکنن برای عروسی این معبد رو انتخاب میکنن و اینجا ازدواجشون رو ثبت میکنن. حتما شنیدید که میگن مثلا متولدین سال گاو با سال موش با همدیگه ازدواجشون خوب در میاد.
و با هم دیگه رابطه خوبی دارن. این یک داستان افسانه‌ای توی چینه. میگن یک زمانی پادشاه چین از یک رودخونه خروشان رد میشه و به حیوونا میگه که هر کی که زودتر بتونه از این رودخونه رد بشه من 1 سال رو به نامش میزنم. اولین حیوانی که به خاطر جثه بزرگش خودش رو میزنه به آب گاو بوده. وقتی گاو خودش رو میزنه به آب، موش و گربه که نمیتونستن به تنهایی از رودخونه رد بشن میپرن روی گاو که با همدیگه از رودخونه رد بشن. به وسط آب که میرسن موش گربه رو هل میده توی آب و با همدیگه از این رودخونه رد میشن و موش به سرعت میره پیش پادشاه و اولین سال به نام موش میخوره و دومین سال به نام گاو میخوره. تو افسانه‌های چی میگن که رابطه گربه و موش انقدر بده برگرفته از این داستانه و میگن گربه زمانی که انقدر از آب بدش میاد به خاطر همینه که توی اون داستان به وسیله موش کشته شده و موش اون رو هل داده توی آب. خرگوش از روی سنگ‌هایی که توی رودخونه بود داشت عبور میکرد که بتونه از رودخونه رد بشه، ولی یک جا گیر میکنه به خاطر آبای خروشانی که بوده. اژدها از راه میرسه، خرگوش رو بلند میکنه میندازه اونور آب و بدو خرگوش میره پیش پادشاه و 1 سال به نام خرگوش میخوره و بعد اژدها میاد. اژدها پادشاه از اژدها میپرسه تو که بال داری، تو که زودتر میتونستی از همه بیای پیش من، چرا انقدر دیر اومدی؟ میگه من تو مسیر که داشتم میومدم یک روستایی رو دیدم که بهش حمله کرده بودن، رفتم به مردم کمک کردم و بعد خرگوش رو نجات دادم و اومدم. میگن حالا اژدها متولدین سال اژدها کیر میکنن و همیشه مراقب همه هن، برگرفته از این داستانه. تایگر زمانی که داشته از رودخونه رد شده با اینکه خیلی قویه، آبهای خروشان اون رو با خودشون یک مسیری میبرن تا پایین و بعد دوباره از آب خودشون میزنه بیرون و پیش پادشاه میره و سال بعدی به نام ببر میخوره. اسب و مار مکمل همدیگه هستن. میگن مار که نمیتونه از رودخونه رد بشه میاد میپیچه دور پای اسب و با همدیگه از رودخونه رد میشن. خروس اول میره توی روستا میگرده، یک قایق پیدا میکنه، میمون و قوچ اون رو هل میدن میندازن توی آب، ستایی میپرن توی قایق و از رودخونه رد میشن. سال 11 سال سگه. میگن سگ میاد آب رو میبینه میره تو آب شروع میکنه بازی کردن شیطنت کردن و 11مین حیوان میرسه پیش پادشاه، ولی سال آخر به نام خوک میخوره. میگن خوک میاد علفزار رو میبینه شروع میکنه به علف خوردن، میخوابه. میاد آب رو میبینه یه آب میخوره دوباره میخوابه. از رودخونه رد میشه و به عنوان آخرین حیوان پیش پادشاه میره و سال 12 به نام خوک میخوره. پای همه مجسمه ها سالهای تولدشون رو زده، سالهای میلادی رو، شخصیت هر سالی رو زده که با همدیگه اینها رو میبینیم. یکی از کارهایی که توی این معبد انجام میدن فال گرفتن. اول میان دعا میخونن و بعد با این چوب ها فال میگیرن. یک دسته چوبه که رو هر کدومش یه شماره است. این چوب ها رو باید با هم بیاری بالا و رها کنی. یه چوب بالاتر از بقیه وای میسه، روش شماره است. این صندوق ها هر کدومشون یه شماره داره. اون شماره رو برمیداری، فالت اونجاست. مثلا برای من شماره 8، از صندوق شماره 8 فالمو برمیدارم. هم چینی داره و هم انگلیسی.